داستان نهم از کتاب گوسفندی که گرگ شد. آقا پسر. نوشته عزیز نسیم. گویش سامسارا. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. از درب ورودی شیشه چرخان داخل شدم. از مردی که قیافش نشان میداد دربان است پرسیدم اتاق آقای رئیس کجاست؟ یا من اینطور احساس کردم یا در حقیقت اینطور بود. دربان با قیافه مغروری که به خودش گرفته بود با اشاره سر و چشم و ابرو به طرف راست اشاره کرد. آنجایی که دربان اشاره کرده بود آسانسور قرار داشت. به آن طرف رفتم، دستم را دراز کردم درب آسانسور را باز کنم. متصدی آسانسور پرسید کجا؟ میخواهم بروم پیش آقای رئیس. آسانسورچی با ژست مخصوصی سرش را تکان داد و صداهای عجیب و غریبی از دهانش بیرون آورد. نوچ 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 نوچ. بعد هم خنده بی‌مزه‌ای کرد و گفت واقعا که چه آدم‌های احمقی تو این دنیا پیدا میشوند. تو متحیر نگاهش کردم ببینم کجای کار من خراب است و خنده دارد که متصدی آسانسور این اداها را در میآورد. گویا آسانسورچی خودش متوجه شد. با لحن خشنی گفت اگر قرار است هر کسی از راه میرسد خودش درب آسانسور را باز کند و برود بالا، پس ما اینجا چه کاره ایم؟ گفتم ببخشید حق با شماست، من متوجه نبودم. متصدی آسانسور بدون اینکه اخمایش را باز کند جواب داد صبر کنید 3 نفر دیگه باید بیاد. ولی من عجله دارم، باید زودتر آقای رئیس را ببینم. تا 4 نفر توی آسانسور سوار نشوند بالا نمیره. چاره‌ای نداشتم. مثل بچه‌های یتیم سرم را توی گردنم فرو بردم و کنار درب آسانسور ایستادم تا 3 مسافر بعدی بیایند. متصدی آسانسور از اینکه مرا معطل کرده بود بسیار راضی و خوشحال به نظر می رسید. مثل سرداران فاتح دستایش را در پشتش قلاب کرده و توی راهرو قدم می‌زد. بعد از چند دقیقه 1 نفر دیگر هم آمد. آسانسورچی او را هم نگه داشت و گفت من که نمیدانم برای هر کس که میاد 100 توضیح بدهم. این صاحب مرده آسانسور اگر 4 نفر سوارش نشوند راه نمی رود. نفر 4م یک خانم بود. ما با خوشحالی به طرف آسانسور دویدیم ولی متصدی آسانسور جلوتر از ما رفت تو، درب آسانسور را بست، کلید را در جیبش گذاشت و خانم که از ما بیشتر دل و جرأت داشت پرسید چرا آسانسور رو قفل می‌کنی؟ ما کار داریم، می‌خوایم بریم بالا. متصدی آسانسور که دماغش را بالا گرفته بود جواب داد خانم می‌خواستید زودتر تشریف بیاورید. ساعت 12 شده، زنگ تعطیلی به صدا درآمده. تا حالا کجا بودین؟ شما افراد طبقه بالا فکر نمی‌کنید ما مستخدم هم آدمیم و حق زندگی داریم و اجازه داریم سر ساعت نهار بخوریم؟ ساعت 1:30 تشریف بیاورید، آسانسور حاضر است. آسانسورچی رفت و ما هم مجبور شدیم برویم ساعت 1:30 بعد از ظهر برگردیم. آن روز برنامه دیگری نداشتم. آمده بودم به یکی از دوستانم که با وجود سن کم رئیس یک اداره بزرگ شده بود تبریک بگویم. من به گردن این دوستم حق زیادی داشتم و به طوری که خودش بارها میگفت من باعث پیشرفت و ترقی او شده بودم. از آن موقع که به اروپا رفت و دیگر او را ندیده بودم خیلی دلم میخواست پشت میز ریاست او را ببینم. نهارم را در یک رستوران نزدیک خوردم، کمی هم توی خیابان قدم زدم، ویترین مغازه ها را تماشا کردم و درست سر ساعت 1:30 به محل کار دوستم رسیدم. چی ببینم خوبه؟ صف مشتریان آسانسور تا آن طرف خیابان کشیده شده. چاره‌ای نداشتم. توی صف ایستادم. وقتی نوبتم رسید و 5 نفر توی آسانسور سوار شدیم، یک بار دیگر به آسانسورچی گفتم میخواهم به اتاق آقای رئیس بروم. آسانسور راه افتاد. دیگران را در طبقات مختلف پیاده کرد. من ماندم و آسانسورچی. به طبقه آخر رسیدیم. متصدی آسانسور در را باز کرد. پرسیدم در این طبقه است؟ کی؟ اتاق آقای رئیس میروم. 2 طبقه پایین‌تره. پس چرا من باید پیاده بشم؟ باید از پله بری. پایین رفتم با آسانسور قدغنه. پیاده 2 طبقه پایین رفتم. آنجا یک هال بزرگی بود. در 2 طرف آن چند درب دیده میشد و جلوی هر درب یک مستخدم نشسته بود. از یکی پرسیدم اتاق آقای رئیس کدام است؟ سرش را بلند کرد و با نوک دماغش ته راهرو را نشان داد. رفتم آنجا. از مستخدم دیگری که جلوی در نشسته بود پرسیدم اتاق آقای رئیس اینجاست؟ با سر به تابلویی که روی در بود اشاره کرد و جواب داد سواد نداری؟ روی تابلو نوشته بود معاون رئیس. پس اتاق رئیس کجاست؟ با نوک دماغش طرف راست را نشان داد. در آنجا 3 تا در بود. یک نفر به دیوار تکیه داده بود و روزنامه می‌خواند. پیش او رفتم و گفتم خیلی معذرت می‌خوام، اتاق آقای رئیس کدومه؟
بدون اینکه سرش را از توی روزنامه بلند کند پرسید کدام رئیس را می‌خواهید؟ وقتی من ساکت شدم ادامه داد رئیس اداره، رئیس کل، رئیس دایره. راستش نمیدونم کدومشه. اسمش چنین است. فهمیدم، با اون آقای جوان و خوشتیپ کار دارید. لحن کلماتش بسیار بی‌ادبانه و تمسخرآلود بود. به زحمت خودم را نگه داشتم و گفتم بله خودشه. یارو پرسید چی کارش داریم؟ خیلی عصبانی شده بودم. گفتم به شما چه مربوطه؟ خیلی جدی جواب داد من مستخدم آقای رئیس هستم. با لحن خشن‌تری پرسیدم آقای رئیس هستند یا نه؟ بله تشریف دارن ولی همینجوری که کسی رو قبول نمی‌کنن باید قبلا وقت بگیرید. شما به ایشان بگویید کارتان نباشد. اگر بنا باشد هر کس از راه میرسد اجازه بدهیم بره تو که کار درست نمیشه. کارتم رو از جیبم درآوردم و به مستخدم دادم. این کارت را بدهید به آقای رئیس. کارت را گرفت و رفت و تو یکی از اتاق‌ها. 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه و از مستخدم خبری نشد. فهمیدم سیاه‌بازی درآورده و به این زودی‌ها بر نمیگرده. از پله‌ها پایین آمدم. یادم افتاد نمره تلفنش را دارم. تصمیم گرفتم برایش تلفن بکنم. از یک باجه عمومی توی خیابان به او تلفن زدم. وقتی مرا شناخت خیلی خوشحال شد. خواهش کرد که یک سری به او بزنم. گفتم همین نزدیکی‌ها هستم تا 2-3 دقیقه دیگه میام. جلوی در ورودی شیشه‌ای منتظرم بود. یکدیگر را در آغوش گرفتیم و بوسیدیم. چتین گفت میخواستم بیایم منزلتان شما را ببینم. چه خوب شد که آمدید. وقتی با آسانسور بالا میرفتم گفتم چتین جان منو خیلی شرمنده کردی. چرا تا جلوی در آمدی؟ چتین خندید. لابد میخواستی آسانسورچی متوجه نشود. آهسته گفت توی اتاقم بهت میگم. رفتیم داخل اتاق. اتاق بسیار عالی و شیکی بود و اساسی و مبلمانش نظیر نداشت. روبروی هم نشستیم. گفتم چتین جون خیلی جوان و خوب موندی. اگر داخل بچهای دبیرستانی بشنوی کسی تو رو نمیشنود. 30 سال داری؟ 33 سال گذشته. خیلی خوشحالم که میبینم در این سن کم به این مقام عالی رسیدی. بهت تبریک میگم. بله به همین جهت است که هیچ کس تو این اداره به من اهمیت نمیدهد. راستش به هر جوری ناراحتم و اصلا قبولم ندارن. اگر من نمی آمدم جلوی در شما به هیچ وجه موفق نمی‌شدید مرا ببینید. به چتین نگفتم که چند دقیقه پیش آمدم و راه هم ندادند. پرسیدم چرا؟ به دلیل همین جوانی. خیلی دلم می‌خواست با یک نفر درد و دل کنم. خوب شد که آمدی. بعد از اینکه از اروپا برگشتم اول در آنکارا به من یک کار کوچک دادند. بعد ترقی کردم و رئیس این اداره شدم. رئیس قبلی آدم چاق و مسنی بود. وقتی مرا دید گفت آقا پسر ماشاءالله خیلی جوان هستید. از اینکه به من گفت آقا پسر خیلی عصبانی شدم. جواب دادم اسم من چتین است. ولی اصلا به روی خودش نیومد. مرتب کلمه آقا پسر را تکرار میکرد. در موقع تحویل و تحول و هنگام معرفی به من کارمندان و مستخدمین حتی موقع خداحافظی مرتبا کلمه آقا پسر را تکرار میکرد. میگفت پسرم تجربه در کارها خیلی لازم است. تجربه برای انجام کارها خیلی مهم است. فهمیدم یارو بی سواد است چون چیزی نمیداند و دائم از تجربه حرف میزند. حقم داشت. میدید کسی که سن پسر او را دارد جایش را میگیرد و خیلی ناراحت میشد. میخواستم به این وسیله خود را تسکین بدهم. پسرم اگر مشکلی داشتید به مستخدم جلوی در دایی عبدال مراجعه کن. از او بپرس، با او مشورت کن. اون میتونه خدمات مهمی برات انجام بده. و با ناراحتی جواب دادم آقای محترم من احتیاجی ندارم مشکلات کارم را از مستخدم بپرسم. با خنده معنیداری گفت نه آقا پسرم این حرف رو نزنید. مستخدم ها را دست کم نگیرید. من 26 سال است که مأمور دولت هستم. تا امروز پست های مهمی داشتم. اعتراف میکنم که از دربان ها خیلی استفاده کردم. از اونها خیلی چیزها یاد گرفتم. مخصوصا این دایی عبدال تجربه زیادی داره. اگه با اون کار کنید به نفع شماست. بعد از گفتن این حرفها تکمه زنگ اخبار رو فشار داد و به دایی عبدال دربان وارد اتاق شد. گفت دایی عبدال رئیس جدید خیلی جوان است. آقا پسر تجربه‌ای در کارها ندارد. او را هم مثل من بدان. همونطور که با من همکاری داشتی با آقای رئیس هم همکاری بکن. دایی عبدال با خنده چندشاوری دستش را به سینه‌اش گذاشت، تعظیمی کرد و جواب داد آقای رئیس سرور ماست. ما وظیفه داریم بهشون خدمت کنیم. از عصبانیت چیزی نمانده بود منفجر شدم. به دربان گفتم برید بیرون. رئیس قدیمی اصرار داشت به من ثابت کند سفارش او به همکارانش در وضع من اثر مهمی خواهد داشت یا می‌خواست به این وسیله غرور مرا خرد کند. روزی که تحویل و تحول تمام شد طبق معمول یک جلسه خداحافظی تشکیل دادیم. در آن جلسه رئیس قبلی ضمن تشکر از همکاری کارمندان و خداحافظی از آنها به همه سفارش کرد که از همکاری با من دریغ نکنند. حتی دستش را روی شانه من گذاشت و در حالی که وانمود می‌کرد خیلی صمیمی هستیم گفت این آقا مثل پسر من است. او را به چشم پسر من نگاه کنید. بعد هم مثل پدری که بچه‌اش را نوازش می‌کند با دست چانه مرا گرفت و صورتم را دستمالی کرد. از خجالت و ناراحتی خیس عرق شده بودم. توی دلم گفتم
خدا ذلیلت کند مرد، پیش کارمندها آبروی ما را بردی. چیزی نمانده بود یک سیلی جانانه بیخ گوشش بزنم، ولی این کار عاقبت خوشی نداشت. به هر زحمتی بود جلوی خودم را گرفتم و با لبخند از او و سایر کارمندها تشکر کردم. اما مگر آقای رئیس قبلی ولکام بود؟ دستی به صورتم کشید و گفت: دوستان محترم، مثلثی است مشهور: عقل آدم به سن است نه به سال. منظورم این است که به جوانی آقای رئیس جدید نگاه نکنید. ایشان در اروپا دوره مدرسه را تمام کردند. جوانی هستند تحصیل کرده، مطالعه زیاد کردند. من مطمئن هستم که خدمات مهمی انجام خواهند داد. از شما انتظار دارم همان احترام و اطاعتی که از من می‌کردید نسبت به ایشان داشته باشید و از تجربه‌های خودتان و همکاری با ایشان مضایقه نکنید. رنگ صورتم مثل خون سرخ شده بود. اگر میخواستم برگردم توی اتاقم و حرفای آقای رئیس قبلی را ناتمام بگذارم بی‌ادبی بود. باز خودم را جمع جور کردم و پیش خودم گفتم بهتره 2-3 کلمه حرف بزنم و این ناکس را خیت کنم. به همین نیت با گفتن اجازه میفرمایید تا خواستم حرفم را شروع کنم، آقای رئیس قبلی مرا بغل کرد، صورتم را بوسید، بعد 2 تا دستایش را بلند کرد و گفت: رفقا خداحافظ، و به راه افتاد. تمام کارمندها از زن و مرد برای بدرقه آقای رئیس به دنبال او راه افتادند و من تک و تنها توی سالن موندم. کارها شروع شد. خیلی مشکل و با کندی پیش میرفت، ولی من ناامید نبودم و اطمینان داشتم به زودی به کارها مسلط خواهم شد. یکی از مشکلات من نداشتن خانه مناسب بود. هر جا می رفتم خانه مناسب با بودجه‌ام پیدا نمی کردم. چند روز در خانه خواهرم میهمان شدیم و روزانه چند ساعت به دنبال خانه می گشتیم. کرایه ها سنگین بود و خانه مناسب پیدا نمی کردیم. رسیدگی به کارهای اداری هم از یک طرف مجال جستجو نمیداد. کارها توی اداره به قدری در هم و بر هم و افتضاح بود که حد نداشت. به خاطر اینکه حق و حساب بگیرند کارها را عمدن قاطی پاتی کرده بودند. هر کس تا هر جا که زورش میرسید مراجعین را سرکیسه میکرد. برای اینکه کارها را رو به راه کنم دیر وقت به خانه میرفتم. یک روز مستخدم جلوی درب اتاقم مثل اینکه سالهاست با من آشنایی دارد و دوست صمیمی هستیم وارد اتاق شد و گفت: آقا پسرم، شما امانت رئیس سابق هستید؟ به قدری عصبانی شدم که حرفش را بریدم و به سرش داد کشیدم: برو بیرون احمق! مانند پدری که بی‌تربیتی فرزندش را نادیده بگیرد سرش را خم کرد و گفت: چشم پسرم، میروم، ولی 1 دقیقه به حرف من گوش بدهید. فریاد کشیدم: برو بیرون احمق! اما مستخدم گوش نکرد و به حرفش ادامه داد: شما هر روز صبح قبل از همه به اداره میایید و عصرها چند ساعت دیرتر از همه میروید. اگر بخواهید به این وضع ادامه بدهید کلاهتان پس معرکه خواهد آمد. کارمندها شروع به کارشکنی خواهند کرد. حوصله شنیدن این حرفها را نداشتم و طرح این مسائل را توهین بزرگی به خودم میدانستم. همچنان که فریاد میزدم و او را از اتاق بیرون میکردم، اما مستخدم بدون توجه به من حرفش را ادامه میداد: آقا پسرم، من 24 سال اینجا هستم. خیلی رئیس دیدم. من به جای پدر شما هستم. حرف من را بشنوید. بیش از این نتوانستم طاقت بیاورم. از پشت میزم بلند شدم و به طرف مستخدم رفتم. تصمیم داشتم یک کتک مفصل به او بزنم که خودش متوجه شد و به طرف درب رفت و 2-3 قدم بیشتر با او فاصله نداشتم. داد زدم: برو گم شو، دیگه تو رو تو این اداره نبینم. فردا صبح معاون و رؤسای قسمت‌های اداری و حتی 2-3 تا از کارمندهای قدیمی اداره به اتاقم آمدند و سفارش مستخدم را کردند و تقاضا داشتند از گناه او بگذرم. میگفتند مرد زحمتکشی است، سالها توی این اداره کار کرده. فهمیدم از دربان گرفته تا معاون همه با هم دستشان یکی است و اگر مستخدم را به سر کارش برنگردانم همگی با من دشمن خواهند بود. جای مستخدم را عوض کردم، باز هم نشد. معاون و رؤسا و کارمندها مرتب توصیه می‌کردند جای او را عوض نکنید، بهتر است. مجبور شدم او را به کار اولش بازگردانم. باز یک روز مستخدم وارد اتاق شد و گفت: آقا پسرم، از حرفای من ناراحت نشید. شما یادگار رئیس سابق هستید. شما چرا تمام کارها را خودتان انجام می‌دهید؟ اجازه بدهید هر کسی کار خودش را بکند. این دفعه از عصبانیت خندم گرفت و با گفتن چشم او را از سر باز کردم. یک روز دیگه باز هم آمد توی اتاق و گفت: آقا پسرم، هر کسی به اتاق شما میاد فوراً کارش را انجام میدهید. وقتی کارها به این زودی انجام شود ارزشی برای شما نمیماند. مراجعین باید انقدر بروند و بیایند تا ارزش کار را بدانند. شما کاری کردید که دیگر هیچ کس به ما اهمیت نمیدهد. هر کسی از راه میرسد یک راست میآید پیش شما. جوابی نداشتم بهش بدم و کاری از دستم بر نمیآمد جز اینکه لبخند بزنم. باز هم یک روز دیگر آمد توی اتاق و گفت: اجازه بدین هر کس میخواد بیاد پیش شما قبلا وقت بگیره. این کار باعث میشه اهمیت شما بالا بره و مردم بهتون احترام بگذارن.
از موقعی که شما اومدین در این اداره همه بیکار شدن. باید به فکر کارمندها باشین. حقوق اداری برای زندگی کارمندها کافی نیست. هر کسی از یک راه کسری درآمدش را تأمین می‌کند. توی فکر بودم که چجوری مستخدم رو از سرم باز بکنم و به کارهام برسم که تلفن زنگ زد. با اشاره مستخدم رو از اتاق بیرون فرستادم و گوشی را برداشتم. خانمم اطلاع داد که یک آپارتمان مناسب پیدا کرده و گفت صاحبش توی اداره شما کار می‌کند. 1 سال اجاره را پیش می‌خواهد. با او صحبت کن، شاید راضی شود پول پیش نگیرد. پرسیدم اسم صاحب خانه چیه؟ خانمم جواب داد گویا یکی از رؤساست. اسمش عبدالسلام است. پرسجو کردم توی اداره ما همچون شخصی نبود. شب کمی دیرتر به خانه برگشتم و به اتفاق خانم برای دیدن خانه رفتم. یک آپارتمان 3 اتاق خوابه بزرگ و صاحبش در طبقه همکف زندگی می‌کرد. وقتی صاحب خانه را دیدم دهانم از تعجب باز ماند. می‌دانید کی بود؟ همون دایی عبدال مستخدم اتاقم. فکرش را بکنید رئیس اداره خانه نداشته باشد و آن وقت مستخدم درب اتاقش صاحب یک آپارتمان بزرگ باشد و رئیس مستاجر مستخدمش بشود. مستخدم تا مرا دید گل از گلش باز شد و گفت آقا پسرم شما یادگار رئیس سابق هستید. از شما پول پیش که نمیخواهیم هیچ، حاضرم کرایه آن را هم نگیرم. اصلا جوابش را ندادم و از خانه او بیرون آمدم. برای من خوابیدن توی کوچه بهتر از این بود که در آپارتمان لوکس مستخدم خودم ساکن شوم. بله برادر جان، الان 2 ماه هست که در اینجا کار میکنم. اصلا خودم هم گیج شدم. نمیدارم کار را از کجا شروع کنم. کارها طوری به هم پیوند زده شده که نمیشود دست به هیچ جا زد. مثل جورابی است که اگر سر نخش را بکشی تا آخر نخها باز میشود. اینها مرا توی اداره چنان محاصره کردند که نمیگذارند حتی برادر و دوستم پیش من بیایند. ارباب رجوع را طوری سردرگم میکنند که بیچاره حاضر میشود هر قدر رشوه بخواهند بپردازد. اگر من به پیشواز تو نیامده بودم به هیچ قیمت اجازه نمیدادند به اتاقم بیایی. به چتین گفتم چرا جریان را به مقامات بالا نمیگویی؟ جواب داد همین خیال را دارم. همین روزها به آنکارا میروم تا تمام مشکلات را به وزیر بگویم. او مرد خوبی است، میدانم کارها را درست میکند. چجوری میتونه درست کنه؟ باید تمام مامورین را عوض کند تا کار درست بشود. گفتم انشاءالله موفق باشی. از هم خداحافظی کردیم. مدتی گذشت. بعد از چند ماه شنیدم چتین استعفا کرده و یک روز توی کشتی با او روبرو شدم. خیلی ناراحت بود. گفت رفتم پیش وزیر، همه چیز را برایش شرح دادم. وزیر گریه‌اش گرفت و گفت همه چیز را میدانم. تنها اداره شما نیست، همه جا همینطوره. اگر بخوایم همه را عوض کنیم این همه کارمند جدید و صالح از کجا بیاوریم؟ پس چه کار باید بکنیم؟ یا باید استعفا کرد یا مثل اونها شد. به همین جهت من استعفا کردم. از دوستم پرسیدم وزیر چی شد؟ اون هست. اینطور که شنیدم به جایش وزیر جدیدی خواهند آورد. کسی که در روزنامه‌ها می‌نویسد در ادارات یک وضع بحرانی است، همین وزیر میباشد. گفتم عوض کردن وزیر از عوض کردن مستخدم در اتاق‌ها آسان‌تر است. دوستم جواب داد با عوض کردن کلیه کارمندان هم کار درست نمیشه. پرسیدم تو حالا چیکار می‌کنی؟ هیچ، بیکارم. پس از آن روز دیگر چتین را ندیدم. فقط در روزنامه‌ها اسمش را می‌خواندم که سیاستمدار شده، بعدها هم وزیر یک وزارتخانه دیگر شد. افسوس اگر وزیر اداره خودش شده بود آنجا را درست می‌کرد. اگر هم نمی‌توانست وزارتخانه را درست کند، حتما وضع خودش را درست می‌کرد تا مجبور نشود مستاجر مستخدم اتاقش بشود. به دیدنش رفتم. توی وزارتخانه‌اش کاری هم به من محول کرد و از صدقه سر آقا پسر این روزها منم ماهی 1800 لیره حقوق مفت می‌گیرم و تا ظهر هم بیشتر کار نمی‌کنم. سابق توی خانه دلم تنگ می‌شد. حالا هم سرگرم هستم، هم پول خوبی گیرم می‌آید.